این قسمت ماشین رو اگر ببینید درش رو باز بکنه. Petra, would you please open this door? Is it okay or not? Just we want to take a look inside. این قسمتش در واقع میشه گفت کارگاه خودشه و یه موتور چهارچرخ هم داره. حالا اگر که درش رو باز بکنه شما میتونید مشاهده بکنیم که یه کرین خیلی قشنگ بوکسلی اون بالا داره، یه موتور چهارچرخ داره. البته اون رو پیاده کردیم تو گاراژ به خاطر کارهایی که قرار بود برای مکانیکی اینا انجام بدیم. جر ثقیل داره در واقع. تجهیزات خیلی خیلی عالی داره و حتی اینجا که اومدیم ما می‌خواستیم لاستیک‌های ماشینش رو عوض بکنیم و جابجا بکنیم، گفت که خواهش می‌کنم ازتون که فقط از ابزارهای خودم استفاده بکنین، به دلیل اینکه حالا من خانم هستم و به قول گفتنی اونقدر قدرت صفر کردن و باز کردن پیچ‌های خیلی محکم رو ندارم. از ابزارهای خودم که تمامش تنظیم شده است برای پیچ و مهرهای ماشین خودم از اون استفاده بکنین که خدای نکرده احتمالاً حالا سمت کویری یا بیابونی جایی من گرفتار میشم خودم بتونم کارهای خودم رو انجام بدم. ایشون یه خانم فکر کنم اولش حالا بالای 60 سال تقریبا، حالا بگیم 60 سال دقیقاً من سوالم نکردم که معمولا خانم‌ها دوست ندارن سن سالش رو ازش سوال بکنیم. اوکی یه لحظه پترا تانک یو. اینجا الان قسمت کابینش رو مشاهده بکنی خیلی بالاست وضعیتش. این قسمت جعبه ابزارش هست در واقع و روغن و آب و اون طرف بنزین و اسپری و آچار و بوکس و همه چی. اینجا این قسمت این 4 تا چرخ نوع مال موتورشه، اون فور ویلاست، یه لاستیک نو داره میخواد عوض بکنه و جعبه ابزارش کامله. نردبون و عرض و حضورت بیل و کلنگ و کلا کاسکت و بوکسل و عرض کنم که کدوم این هم ماشین لباسشویی اینجا مینی دبو. خانم پترا داره کارهای انتقال لاستیکش رو به سمت پایین از کابین حالا میخواد باز بکنه و با جر ثقیل بیاره پایین و لاستیک نوش رو عوض کنه. خیلی هم حساسه، یه مقدار لاستیکای جلو پله کرده، اونم حالا با توجه به سنگینی ماشین و احتمالاً حالا مشکلی که حالا تو زیربند اینا داشته یه مقدار آجای لاستیکش خب حالا گل معدنی هم هست، آجا بزرگه، به صورت تنها مسافرت میکنه و 5 سال هست که داره جهانگردی میکنه و احتمالاً حالا مثلا حدود 6 7 ماه دیگه باید برسه آلمان، مثل وضعیت بیمه اینجا بره یه حضور بزنه اونجا که همه چی اوکیه و خودشون در واقع در قید حیات هستن تا بیمه ادامه اون شرایطش رو بهشون پرداخت بکنه و دوباره ادامه راه رو اینطور که باش صحبت کردم تصمیم داره بره به سمت آفریقا و آمریکا و اون سمت. Yes, need help? Okay. درخواست کمک کرد. Push. Okay. Did you release these knots? It's released? But to take it down, okay? It's a 1? Yeah, let's go. Or maybe 2? No, 1. Okay, go. 1, 2. Okay, little by little, go. Is it enough? When it's enough? No. Okay, be careful of the ladder. Be careful of the ladder. Shit. Just take it a little up, then we can turn it. Okay. Just a little more. I have to use this one to put out the tires. Okay. And I have special tools to put it in. I showed you yesterday. Okay? باز کردن لاستیک رو ببینیم. این با This is my home. I have no other home. And I'm living here for 4 years now. و 4 سال داخل اینجا من زندگی میکنم. And you see here everything I need. So اینجا this is my kitchen. هر چی که من نیاز دارم اینجا هست. این آشپزخونه منه. And when I will cook something, وقتی که حالا غذای چیزی میپزم این اوونش اینجاست. This is some for my solar because I don't have gas. پنل نوریش هست، سیستم پنل نوریش هست که حالا برق و انرژی ازش میگیره. At the top of my truck there are 9 solar panels. بالای کمپرش خب 9 تا رشته سولار پنل داره که انرژی خورشیدی رو اونجا میگیره. حالا They bring me all the energy I need. Okay. This is my fridge and my freezer also. اینم یخچال و فریزرشه که همه چی داره توش. Everything I need. Okay. So my living room, one of the most important thing, and the most important thing is my bed. و اونجا که رخت خوابشه. Yeah, and around you will see a lot of cups. So all the stuff I need is inside my. و بالا که حالا یه سری کابینت هست، یه تمام مواردی که حالا اجناسی که خودش هست که نیاز داره تمامش قشنگ درست‌سازی شده اونجا و آره. So some books, some guides. کتابخونه‌شه، یه سری کتابای راهنما داره اونجا، عکس خانواده‌شه، پدر، مادر، دختر، پسر. اون یه کتابخونه اون طرف بالای تخت خوابش داره که حالا
زمانی که در واقع داره استراحت میکنه. مطالعه خیلی آره خیلی مطالعه میکنه. آره تعریف کرده برام که کلا کارش میونش با مطالعه خیلی خوبه. So behind my door there's my toilet and my hammam. اوکی. میگه این پشت این در میگه حمام و در واقع توالت. اینجا میگه پنل کلا دکمه‌های برق، پمپ آب و عرض کنم که پمپ تخلیه، حالا میشه با فاضلاب و آب در واقع. آره خب انرژی برقش رو از روی پنل‌های سولار میگیره. آره و تعدادی باتری خوش داره که فکر کنم زیر این چیزا جاسازی، زیر تخت خوابش جاسازی شده، انرژی رو میگیره، باتری خشکه و نیروی برقش دیگه تامین میشه. و My water tanks because I need fresh water outside. زیر تخت خوابش تانکر آبش هست که ظرفیتش 750 لیتره و فیلتر هم داره. موقعی که آب رو پر می‌کنیم آب به صورت تصفیه وارد تانکر میشه، هم میتونه برای خورد و خوراکش استفاده کنه، هم برای حمام و دستشویی. فیلترش هم برقیه. خداحافظ.